زیاده از 4000 جای کاری میشه که یک سخی نوی دوزندگی در ناحیه رودکی فوراً پس از افتتاحی باشکوه با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بسته شد. طبق اطلاع رادیوی آزادی 1 اکتبر پرزیدنت رحمان مرکز سودا و خدمت رسانی دولت ظفر را در ناحیه رودکی افتتاح کرد که در آشیانه دوم آن یک سخی دوزندگی با 100 جای کاری مجهز شده است. خدمات مطبوعاتی رحمان با نشر این خبر بار دیگر نشان داد که گویا مقامات برای اهالی جایهای نوی کاری مهیا می‌کند. در عکس زنها با لباس‌های مخصوص در نزد ماشینه‌های دوزندگی تصویر شدند. روز 2 اکتبر روزنامه‌نگاران به مرکز سودا و خدمت رسانی دولت ظفر تشریف آوردند و تالار خالی را در آشیانه دوم پیدا کردند. در آنجا تنها پلاکت‌ها، شعارها و بنرها از مراسم افتتاحی یک روز قبل بوده شهادت می‌کردند. 3 نفر از دوزندگان به شرط افشا نشدن نامشان به خبرنگاران گفتند که هنگام گشوده شوی مرکز سودا و خدمت رسانی از طرف پرزیدنت، مقامات محلی آنها را پس ماشینه‌های دوزندگی گذاشتند. در روز افتتاح سخی دوزندگی از ما خواهش کردند که نزد ماشینه‌های دوزندگی نشینیم. من خودم دوزنده هستم و خیلی خرسند بودم. فکر می‌کردم که از این بعد در اینجا کار می‌کنم. اما پس از رفتن پرزیدنت، کارمندان حکومت به ما فرمودند که تالار را تازه کرده به خانه برویم. من تا حال انتظار زنگ و دعوت آنها برای کار هستم، میگوید یکی از زنها. برخی از ساکنان ناحیه رودکی به این باوری دارند که مقامات محلی قلابی میکنند و به گزارش دادن درباره تأسیس جایهای نوی کاری سرور دولت را گمراه میکنند. اما ساکن دیگری محلی رؤوف حمیدوف استثنا نمی کند که سرور دولت از آنچه در جایها می شود واقف است، اما وانمود می کند که هیچ چیزی دهشتناکی رخ نمی دهد. باید قید کرد که این تجربه را رژیم ترکمنستان به طور وسیع استفاده می برد. کارخانه ها، بیناها و حتی تمام شهرها در بیابان برای نشان دادن نیک و احوالی احتمالی کشور بنیاد کرده می شوند. تنها برای افتتاح قربانگولی بردیمحمدوف مراسم رسمی افتتاح این انشاءات که در تمام کشور مستقیما طریق تلویزیون پخش کرده می شود بنیاد می شوند. در نهایت آبیکت های بنیاد شده خالی گذاشته می شوند. Yıl aldım, tapşırıp bergendim ki, qanday bo'lmasa ham bu yerda ko'chirishimiz kerak. Bolalarimiz, nevaralarimiz hech qanday bu yerda kun ko'rishga iloji yo'q desak. یادداشت می‌کنیم که در سال 2019 رسانه‌های ازبکستان سرگذشت دوزنده اندیجانی را پهن کردند که در عرفه سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به ولایت اندیجان در تلویزیون محلی برآمد کرده با خرسندی اعلان کرد که دولت به او منزل زیست تحفه کرد و بعداً به خبرنگاران گفت که پس از رفتن سرور دولت از او خواهش کردند که منزل زیست را خالی بکند. Hozirda bizga bu kottejlarni berishmadi, egasi borligini aytishyapti.